اشتري بس كوكو شكر خوبی. يلا خوشحالي شکر. چیکار پای بلا بلدی. کوکو زن کوکو خانم میگی شکر خوبه. هیچی حالا دیگه هیچی حالا بچه کوکو نمیکنی این خبر میگیری از مانی هیچی ممرد میگستنده و زمینا و باقایم دیگه نمیشه که من بیایی خیلی یعنی آفرین تو بچه کوکو افتخاری برمه آدم کری تین پنج وقت نماز خوب چه کار کنم؟ خب این طور گفت بزر بچه کوکو لندی مندی چند تا داری؟ در سر شما خوشمه میره خوشمه میری؟ من برسه افتینه آقا کیله بچه کوکو هستم بچه خاله ولی آقا فرمایید یا الله شوزاده اشتر بچه خاله بشین بخیری بشین چی گفت؟ شالی خوبی ساعت خیلی تیار هستیم چی عجب یادم بچه خاله خوب همینطور میای گاهی وقتا شما سر میزنیم تیار هستیم یالا خوشحالی خوب بودن خوب بودن شکر شما خوب بودن زنده باشین سلامت شما دیگه با شکر سلامت بشی زنده بشی خاله ما کجایا؟ با خدا خاله اینا همیشه فکر کنم ممی خونه همسایه امروز اگه محفله اگه دختر خونم زادار کردی بودم دیگه صبح دیگه برفتن همونجا خوب دیگه ما با خونه بودم چه کار می‌کرد چه خاله دیگه شیشتی بود خوب که چی بچه کوکو شما خود شما اختلاف می‌کنید که جیجان والا 2 ماه شد بعد از 2 ماه می‌بینم دیگه بچه کوکو قدیم میامدن خبر می‌گرفتن ای روزگار دیگه برگشته بچه خاله گفتم می سکر شما بکار دارم تا بازار ما برم چرخه حالا سکر تاثیر رو گذاشتی بچه خاله من ساعت در دقیقه می با گند شما بگو ما برم به گند خوب. گوسپند لندی بستانم ایشش کار کنیم بچه ها میگن گوسپند بستانیم آدم زمستون با خدا دیگه بچه خاله زمستون و همی گوسفند لندی و همی کچیری نه باشه مزینه شا کیچیری برنج سیاهشونی باشه و شرطه آدم خودی گوشترن بزنه خوبه با خدا ما دیگه از خدا چی پینون کن بچه خاله منی هم بچه کوکو منه درست میگم مگه حقیقت میفهمی که دست بال متنگ خیلی حالی پولی هم اگر ما دیگه بله یک 4 نفره تا اونا ما دیگه مسلمان حال شرایط شده که ندارن انوی هم میگم میگه لالا یک هفته صبر کن بو هم میگم لالا بگه 10 صبر کن آخر نشد زنگ زدم هم لالا بچه ما یعنی خداوند دور خیری بده یعنی خداوند دور عزت بده ایت بچه تایید ایت یعنی به بین قومی ما دیگه فکر نکنم دیگه بچه مثل از یابیت سخاوت باشه نه لالا خدایی بچه ما برای گفتم بچه ما موجود هم گسفنده دیگه یک دونی بده که انسان هم لندی بشه باید گفتم پول طور میدم گوسپند داره من بودهش خوب همیت یک 10 11 تا داره همیت سرایه اونا رو میفهمی که جمع نه اونا رو زحمت کشی بیچاره اونا رو نوروز همیت برای خروزی بود فقط ایت هر دفعه ما بده میرم ببینم خودی اینا میچرونه و علف اینا خود تیار میکنم خدا برکت بده مولای بیشتر دیگه کتای سخن خودش نه گو بچه هم جو گو همین همین گستنده هست خدا هست یکی می دوتا می بیا بردارک ببرک دیگه پانی مکی گفتم برای تو که پول بده دیگه برای بعد رو آدم نمیشه بچه گو بفهمید دیگه مسلمان هم زحمت کشیده دیگه نه نمیگردن عجله ما و من اون هفته بود گفتم گوسپند می بیا از اینا بود گوسپنده از اون کانونه بفهمیدیم هر کدوم مثلا 15 16 هزار قیمت نه من زپول ندارم من گوسپند 6 7 هزاری تیرا فامیل مانکار مدل پیزال من خوب دیدین که هم دو تا بچه من و خانم من خلاص ما 6 7 هزار گوسپند گفتم بچه ما تو راست میگی خیر بینی خونه تو آباد نه تو میشناسم بچه خوبی مونتا گوسپندا تو کلونای اونا رو خدا کوشش و من همین 6 7 هزاری برای ما خوبه دیگه برای ما عاقلیم خوبه بالاخره حال کار ندارم خداوند کجا بری؟ میرم کار بابا بشینک دیگه بهش اختلاط میکنیم همینجی دیگه بعد از 2 ماه بیام در بچه کوکو خبر گرفتی 10 دقیقه نشد میبری فعلا از طرف خدا برو بخیر بری سلام برسونی کوکو برو بخیر بری برو بخیر بری این تو آقا این تو بفهمی خداوند این عزت بده خودش بچه خوبه خودش بچه خوبه خوب اول فکر هم تاثیر روه که بیام مبروینه خوب برای کارا خوب چلون
مشکل نداره بیروزی سر رو پیش باشه نه من میارم نگاه بینیه بیاد ما جای هم نبرم بعد بستونم من میارم سکر برو بخیر بریم دیگه کار ندارم برو بخیر بریم بچه کجا خدا نگهدار سلام بگیم خدا بسپار سلام برسه باش خدا حافظ چیکار میکنی عباس؟ آره؟ چیکار میکنی؟ این چیکار این نه از تارا که منم گیر میکنم خرید میکنم میگو و من صبر نکردی میبینی؟ برفتی به سه هزار تزیم و چند سای باز که لبس این خیران خراب کردیم درودم نمیشه و تو گفتم کلا خود جمع کن بده دست که ما بران در رازه غدا بیتیرین باز که با تو ویدیو از یریفه بستانم آه شما چی بگفتم نگه گفتم میریم نگه ما نمیشه کار پیاده برم بیایم دیگه همینجا به گیرم و پیلا بدم مشکل است حالا کم برای تیار میشه حالا تیاره یا نه بگیره اگر برو کمک بانجون و بانجوری میام بسو سگو کینه در سیا بانجوری می؟ سگو کینه در سر آبا بابا اشتین کردی جان اشتنی هم باشه خیلی سلامت برو سلام بابا نرو اشتنی اشتری جانجور هوا خوبه خیلی سلامت شکر داشته باشی سلامت باشی اون یا یاد ما خریبار کردیم خدا یاد شما میکنی گاهی وقتی میام از شما خبر خیر میگیرم بینی که خیر به شما مامان رو بیامدم یک گپ بگم بفهمیدی؟ من امروز پیش بچه کاکا خو شومت قراره کرده شیشته بیدون ابی دومات چما رمزون بری بخونه بری نه ماه بخونه همین شیشته و میرم ما کار دارم خوب ابی دومات چما رمزون هم بیام خوب اینا این دو نفر آره بشیشتم همیت قیبت امین رولار نمیکنم همیت شکست این رولار نمیکنم که همین حساب تیره که این تو آدمیه که این دشمیه که این آدمی هسته که رو همسایه رو نمیداره که این آدمی هسته به درد یک قریبی نمیخوره اصلا حیف آدم که خودی حدیث سلام علیک کنه این بیخی ما میشه که این قوم خوبه یعنی دومات نه همی که پس دیگه نه من درست به شما نمیگم بچه کاکا من بود دومات شما بود که اینا شیشته میدم و تا خونه میده غیبت نکنم همیشه که گفتم من میرم که کار دارم من میرم من میرم که سر بستن دارم وقتستم آدم جمعی را بیرو شدم گفتم ای فهمه که به این جمع بشینم خودی از اینا غیبت یک مسلمانه رو کنیم نه بابا هر که هسته با خود خونه شما چی کار داره که شیشتین شکست و غیبت میکنی؟ میگو کشی بله اگر همون دومات نه همی گفت زده باشه یا همون برو بچه خالی همی گفت زده باشه میفهمی؟ به زندگی دیگه به چهار طرف اونا نمیدارم نمیگم که من دوماتی دارم نمیگم که میام وان بچه خالی یعنی ماما نوری میفهمی؟ نورالله به من معلومه کیشتو آدمیه ماما نورو یعنی به میگم مونده بیدم که بیان شیطونی مفسیدی کنم من به این کارا کی آورده؟ یعنی گفتی هست که من به گوشا خوبش میدم موضوع به دیگه جا اختلاط نکنه حالا که به من گفتی فقط این یک ثانیه دیگه چه در رمضان رو به داخل خونه خود دیگه نمیگذارم دیگه بی اختیار خود داریم اون شما و دومات شما بفهمید امین به شما بگم نورالله تو آدم نیه که آدم نورالله آدم پنجف نمازمونی هست سخاوتداری هست خوب زندگی داره خوب آدمیه ایتم نیه دیگه که اینو تعریف بدم مدام ماما نورالدین اینا شکست دیگه نورالله خیلی میکردم مدام سعی کن که دیجا نه چیزی بودم دیگه چیزی نکنی اختلاط نکنی خوب برای که من گفتی برای چای بخورم بخونه من میرم که کار دارم فعلا خدا خوش آمدید یا بس işte درکدین نماده چه شد کو تو بداره خدا یه بار چهارن کو برای سوداره که مگرون نماشون تحریک بیاره بله شکر الحمدلله تیار خوبه بله بخونه ما خیریته خوبه بیا اگر من بخونه او خداحافظ
این نورالله میتونم کمان که میتونم لکی گب میزا خیلیت باشه خوبه خدا خیر کنه باشی بیایی سعی چی میگه یالا شکر خیلیت باشی تبارکت تو گب میزی خیریت ماما واقعا رستیم با شما بگم از اینی دومات شما میت تمایی نداشتم که به هر جا وقت بشینه غیبت مر بکنه همه قدر مدتیه که ما و شما خودی هم دگریم نی؟ به شهر رفتیم خودی هم رفتیم به یک دو بشیشتیم خودی هم دگر بشیشتیم شما از من چی بد دیدیم؟ که همین دومات شما به پیش هر کس بر میخواد میچینه میگه نورالله همیت آدم گوشنیه که زن بچی و ان غریبه که به خیر خیلیت از بین بره یعنی من که این گپ بشنیدم مدام گپ کی بود تو گفت؟ هر کس بود خوب گفت فایده نداره که اسم بگم همین ماما شاماد لالا شاماد که میشناسیم بانی خود خورداده شما خود شما میبینید همین لالا شاماد همین پریروز پیش پریروز به من زنگ زد که من گوسفندی و کار دارم فلان دستم تنگه وضعیتم خرابه گفتم خیر غم نداره بیا برو هر کدوم کسم تام گوسفندم می خوب بگیرن از امو 10 تا گوسفند گفتم امو 10 تا می ببر اگه یک دونه می برو یک دونه تام گوسفند وردش برفته کی به یادم زنگ زدم که مثلا تو پول ریکو یا پول بده یا حساب چند میشه قیمت چی نامه کی بخواد اینو گپ زدم نورالله تو به من معلومی آجر گفتنم نداره که تو تعریفا خود بکنی به من معلومی اگه همون دوماد من آدم اگه همین گپار زده باشه اصلا دوماد من نیه اصلا دیگه به 4 طرف خونه خمور نمیدارم کگو اما همین گپایی که تو میگه همین گپا به من بگفتن با واسطه که دوماد من همه توال صدا خور نکشیم گفتم سعی کن از یک جای بکن گل کنه که گپ شور خود که پیدا کنه گپه همین گپار به من بگفت یک بنده خدای به من بگفتم داد ایتا نیه که نگفت باشن من تو حال تو خف و چون بشیشم گفتم باشه سعی کن که چیکار میشه مامان امروز تو گپ نباشه گپاکی هم نمیشه تو اگر دومات شما نگفته باشه مردم به ما نمیگه چرا همه در سالها دیگه مردم به ما نگفت چرا به شما نگفت بفهمید که دومات شما بگفته با پشت سر ما تخریب کرده خوبیت نداره ما و شما قومیم خودیم خیشیم یعنی مقدار به شما میگم فقط شما دومات خود بفهمونین که دیگه غیبت کردن و تخریب کردن پشت سر خوبیت نداره یعنی میگه تو کی گفت دیگه نمیگم برای شما با ساعت گپ باز برای شما نشون میدم که کی گفت من اول تو سعی بودم با تو میگم اگه همون دومات نمیگه پزر باشه اصلا گفتون دیگه سلام علیک خودت نمیته کسی دیورید میگم دیگه اصلا من چه طرف کنی خبر نمیدم برای شما گفتم تخریب کردن خوبیت نداره خداحافظ تو سعی که رمضانش کارا میکنه حالا من به سرایا خب بیایم از اینجا من به شما کارم دارم بیایم از اینجا خودشون به سکیل میشه سوار میشه میریم به تالار حالا اگر مال که وقت سنکا برفتم و ما و شما که مال وقت دیگه میتونم میرین تا دم نون و اینا میرین دیگه بیایم من به شما کار دارم خوبه رفتا خور سعیه بیایم رفتا خور برد میکنیم بیایم من هم اینجا هستم سعیه خداحافظ باش که یه برار بیایه یه تتر پلانای ما دارم امروز یه تمگر ایرون بومونه برار می ایرون دست بدن دون اگر نموندی لولو هرچی میتونی خیریاته خیریت لولو دیاره خوبی سلامتی شکر چیکاره؟ با چی گفته؟ ما بعد از سال ما امروز نفر پیدا شد این موتر ما صبحونه بری کردن گفت خونسه که یک سری بیا کرد چی گفت؟ حالا امروز نیه از این روز بیتر دیگه به ما و شما پیدا نمیشه که ما به شما چند کلمه گپ دارم بچه های اینا هم برفتم به مجلس رفتم مجلس هم مال وقت ما و شما به خیر میتر میرین که دم تک تک چاش آنها ما فرصت نه که گپا خوب شما بگو نمیشه ما برای چندین شبه چندین روزه که من تعریف پلان دارم پلان ریزی کردم به بالی امی گیله کن نورالله به چهار کوکا خود چه خیریت هسته؟ چی گفته؟ خیریت تیره ما امی زمین های اینا رو برای بستونه زمین های اینا رو بستونی؟
دیونه شدی تو، کله تو خرابه، زمین ها سند مند همه به دست خودنو اشتمه زمین ها اینو بستونی تو. اشتمون بستونم؟ طریق ما زمین ها را از اونا بستونم که شما ایران بمونه. ای تا فیلم ما بسر از اینا پیاده کنم خب؟ ای تا فیلم ما بسر از اینا پیاده کنم که تا تاریخ گیلک و سعودی نورالله تا تاریخ یه باشه به یاد بمونه. ولی ایران بفهم خوب که اگر روی زمین ها را که ما دست از اونا که تو پلان ریختی حالا ما پلانات هم یک اعتبار نداره برو خیلی پلان ما اعتباریه چون که ما تا حالا دست تو اومد 4 بار این پا با تا قال موش برفتی پناه با خدا دیگه برو که این پلان تا مثل پلان ها دیگه نباشه که ما دست فرق نکنه این معامله زمینه این معامله بچه گاگاه من نورالله و گیلکه اگر من کیسی خیلی صاحب زمین نکردم بگم رمزون تو بخی تو برگا چو غنده یعنی تا هم برو اگر همی کاری کردی نیه ایت تا عمر داره که همی برار کلون تونم ایت همیشه مداوخ همیت سلیمی میزنم برای تو همی ببینم چی کار میکنی فقط این پلان ما به شما تعریف هم نکردم نمیکنم هم تعریف به شما عملی که کار کردم به نتیجه که با برسیدم شما باید باز به من حال دیگه بگیم سلام است برو فلا با خدا ببینم چی کار میکنی فهمیدی خب کار تو خلاص شد به من فقط اون زلمه به شما بگفتم برو خوب به جریان باشه که من چه کار میکنم به هر جا هر نقطه هر جایی که به شما به وقت به نوقت زنگ میزنم که میت کاری میت مسئله شفر ما و شما هم به خونه فقط از این که پا پیش زنکا تحولا نمیکنم خلاص دیگه خلاص دلجم باش دلجم فهمیدی نه نه با چوب پیش زنه برو زن اینا نگه بگه ساده خدا تو برار خور نشتختی هنوز خلاص دیگه من سر شما اعتبار دارم دلجم باش دیگه خب اما کار نداری من برم که مرتگه مرتگه نه بابا تو برو دیگه باید با 4 مرتر بیار دیگه همه من برم که این مرتگه مرتگه خب سهیه برم پس فرق با خدا چند وقت شد یک ماه رو دستمونه خوبه سهیه با خدا ببینم چی کار میکنی دیگه خود تو میفهمی کار تو خلاص برو من رفتم بله خیرش از بس که تو آزرد دلم را جیگری که مشی من مطرد نای نای تتر نای نای تا تو نوشی دل بیبی مرزا نمیشه 1000 پیرزال داره ای شهر یکی مثل بیبی من نمیشه گیلر شیستی خوندن میکنی رفی یا تمرینه مطرم نای نای متر نای متر تمرینه که واقعا میبریم ستاره افغان که تمرین میکنی بزی کوچه برو که خار داره مطرم نای نای تتر نای 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 ایگون گیلک جو برفته بیدون بمی سرا بچه کاکا خود خب بلندتر قبضی که نمیشنم دیشب هری نه میگون برفته بیدون به سرا بچه کاکا خود به خبرگیری خب یک دفعه بچه خالی و رمزون و خیست بیامد بخونه نو خب حمید گپ شد حمید حالی این 2 نفر شروع کردن غیبت و شکست و بدگویی از این نورالله نمیکنن که به تاریخ دیگه نیه نورالله ها؟ نورالله ای تو آدمی بود نورالله او تو آدمی بود نورالله آدم پوش به هوایی گندی چون نورالله چه کاره فلانه یه چیزا آخر گفتم میگم بچه خاله جو بچه کاکا جو با من کار نداریم من که میرم موردار ندارم بشینم میرم که گوسفندام گوشنیه برای این علاق ندارم یله کردم بیامدم گله اینه یعنی چی میشینه تو خبرنگار دویچه بیله ای دیگه دویچه بیله نیه خبرنگار دویچه بیله دیگه گله چی فایده داری کارا هیچ نورالله بیا که در بغل سنگت بگی مطرم نای نای تتر نای 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 با این جگاه شیشتی با این جگاه شیشتی هیچ گندی بیدی تو چی بدو؟ با هیچ گندی ما گندی هم بد اخلاق چی بد اخلاقی کردم تا حاله؟ کی؟ چی بد اخلاقی کردم تا حاله؟ خب من کی گفتم؟ تو میگی بد اخلاق نه من مردم کار میگم مردم کار میگم که نورالله میتونه کی گفته مردم؟ کی گفته که نورالله میتونه؟ ما آدم بعدی هم آدم قامی تا آدم خوبی هستن که مردم تعریف میکنن تو میگی آدم بعدی مردم کار میگن آدم بعده کی گفته که شدن من باشه لکه محله میگن نورالله آدم گنده بد اخلاقی این گوشنی حرامخوریه چیزیه گوشنی گفته؟ تجیر گو
کجیر گفت؟ آه هاوی ما کی گفته که ما آدم بعدیم؟ همه مردم تعریف برده. همه مردم بگن خب من مگرم بگم دیگه نه خب من میگم که یاد گیرم نیلیلا گندیه نیلیلا گپ زدن خود رفهم 100 نفر بزی منطقه تعریف بر میکنه تو میگی گندیه همون هرچی کمک همه به می مردم میارم میدم ما شکر خدا به هیچی کمی ندارم آماله تو میگی گندیه تو اگه ایت خیلی به مردم کمک میکنی جلوی گرفتگی سرخور بگی این نمیشه این خوب نمیشه دیگه تو دیروز تو تعریف بر میکردی اینجا گفت من باشی نیلیلا که چیز گفته کجیر کجیر گفته گفته کی گو اختلاط میکرده رمضان گو مچون کی گو من نمیفهم عباس گو نمیفهم ای که عیاد ما بره ما کامال کنون خوردم عیاد ما بره رمضان بچه همه ما گفته بزو همه گفته که همین کجیر به خیال من عیاد ما بره تو سیکو من چیکار کردم ای بچه همه خود کی بیامده به پیش از دیگه گپ زده به کی؟ به پیش همین کجی نه به پیش کجیر نگو کجیر و ما گو نیلیلا آدم گنده با کجیر گفته که ما چون رمضان گفته عباس گفته ما چون نه عباس گفته اینو نمیفهم همین تا معلوم میشه که رمضان حتمی گفته کی؟ خیر باشه به کجیر گفته با کجیر بیامده به تو گفته من نمیفهم ما دیشب انون بخوردم عیاد ما برفته ما دیشب چی داشتیم ها دیشب دیگه ما دومورو بود خود تو که نمیفهمی عقلتو نمیکشه به دیگه جاقیق نکشی خوبه بشنیدی چی میگو؟ خوبه با تو دیگه قداد نکشی که یاد هم بعدی که مردم باید میگم بعدی نه رمضان بله بابا چرا شما میتونید با میندازی ها میکنید قیبه از شکست هم نگاه میکنیم شما ما امیندازی کی کردیم بابا خسرمان شما برای این رولا چی گفته بودین؟ چی گفتیم ما ها؟ کی گفته چی گفتیم ما چی گفته بودین؟ بله نگفته که مثل رولا چی نداره که بخوره زنه و چی ما هریشنگی بومارا ما چو چکاش و فلان شو بیمدان شه به پیش کی گفتم من ها؟ به پیش کی گفتم به پیش کی گفته بودین؟ به پیش همون شخصی که گفتی با میام بگفته خب همون شخص شما بگید کی بوده چی گپ چیه کوکو سیدم کجیر به ما گفته می گفته کجی ما با شما بعد رو میگه اصلا پیش کجیر هیچی من پیش همین تک همین قلما ما تا حال به زندگی شکست یک نکردیم اصلا به شان من نیه که ما شکست کنیم خدا نیه که ما همیشه شما تعریف همی آدم که دانه تعریف نگام با خدا خوبیای تعریف کرد و انسانیت تعریف کرد شما با چامانه و مقدار سال از ما چی کمی دیدین این نمیاد بخونه شما موضوع را شما با گفتین گسپند ما با شما نگفتم بریم بخواهد ترمه بگیریم همین آدم چند دفعه تالی رو خود با من کرد که من پول بکار دارم مشکل دارم کدی وقت به آدم نگفتم یعنی من همین تنها مرزی بدم خدا نورولا من واضح برای تو بگم همین جوابی تو شیشه نمیدی گفتم در خونه همین بچه ما رفتم با خدا گفتندار به جلوی بکن ما به شما چی گفتم یک هفته بیشتر بدی بودم من نگفته که بیارم از اون هر چی گسپند می از اینا به خوب و لندی و پولای هر در دیشتی بده من نگفتم که نورالله گفتم نورالله جو گسپندا شما نام خدا گیرونه کلونای من گسپند شیشه فزری به خوب میستونم ما 4 نفر مدل پیزار من و دو تا بچه به شما کی گفته گفتم کجیر گفت بگو بخیر اون کجیر آدم هر جا هست پیدا که بیاره کجیر رو معلوم شه الان خوب من میرم تا به 10 دقیقه دیگه کجیر میارم اگر من کوکو خصوص همین گپ رو بگفته بودم به پیش همین آدم یا به دیگه جا فقط سر مغز زدنه من دیگه سر بود کجیر هم آمدم برای بگفتم من به نورالله گفتم اگر می گپ دماد من گفتم باشه که اصلا دیگه به 4 طرف خونه میدارم اصلا خوب باشه سلام علیک بی سلام علیک خوبه من طالب زندگی گپ این شکست این بچه ماما خور نکردم غیر از تعریف ما فقط آدم بیگونی نیه بچه ماما شما زمین هم هر پیدا کرد و بیاره دوری شده با خدا نیانه درورو نورالله میگم با خدا تعریف کردم همیشه آدم انسانیت تعریف کردم آدم مسلمانی بودن تعریف کردم یعنی مهرونم با خدا این بچه کوکو موی تا کاری بکنه با خدا جای شرم با خدا بیا کوکو خسرانه
بشین اگه موجی بشین 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 کجی بله راست حقیقت رو بگی خب همین دو نفر چی اختلاف میکنن تا چشما واسه کن بازی بگو از چی اختلاف میکنم؟ همه دوامه بیام دیگه تاثیرات چی گفتی؟ هیچی هم گفتم نگفته که رمضان و شما گفتن که چون یک گل چیزه نورالله کرده چون چپار شفانش میگه پر نگفتی بگیر اگول بگیر میچی خسرو مای ساعت من خمیر دروش میگم چرا میچی؟ بچه ماما حالی بدیدین که من غیر از تعریف دیگه هیچ کاری از شما من نکردم و نگفتم به شما حالی بدیدین که مای ساعت من خمیر دروش اینه ما یک چیزی به شما بگم بچه شما گینی دارم که شما چرا به حرف عزی بکنیم دوست دشمن کنیم امروز بعد آدم بشناسیم اگر از بعد این کارو بکنیم ما و شما خب تا به چیش بخونه ببینیم باور نکنیم چرا که دو قومی خودم به خون نورالله بچه ماما جگر بنی چشما منی هر وقت که همین نازه خون از نازه سیوا شد بفهم که ما غیبت دار میکنیم ولی ای تو آدما میدیدی ولی ای تو آدما اصلا ما آدم من نمیگم که خسرمه من خدا نخون نده که خور بخورم که من درباره کسی که آدم خوبی باشه غیبت نگو اصلا به کسی من چی کنم چی میگم تو چرا دو قومی با هم میندازی پس از ما شما تجربه شد خوب که دوست دشمن خود آدم باید بشناسه بگر به هیچ کس هم باور نداشت الله لکم یک جزای برای بدهیم که برای دیگران پند باشه که دیگه ایتا کارا ایتا مفسدی ها نکنن ایتا بامندازی ها یک جزای بدهیم جزای دنیه شما ناراحت نیام شما نه نورالله بچه ماما بابا نفهمیدم کوکو نفهمیدم ماما جان خیلی ببخشین همین هم بیام آدم گپ از اینا زدم انا رو شما میفهمیم اون آدم که میفهمم نگیری پیسه نکنه برای خود میفهمم ها چوبه اصلا که میکنی دیگه میکنی این کارا رو دیگه میکنی خاطی بوز کش همیشه خاطی بوز کش وقتی برو بخونه وقتی دیگه بله یا گوجه خطی سکو کشته مفتی جا میکنه ایره به میجی قومی با میدازی کنه چی داری شده